قاعده هفتمی چی است که یک مسلمان باید معنای شرک را در لغت و اصطلاح عقیده بفهمه. شرک در لغت به معنای شریک، نصیب و مساوات بین دو چیز استعمال میشه. صاحب محیط المحیط میگه که هرگاه کسی به الله شرک نمود یا برای او شریک ساخت، او را مشرک یا مشرکی میگویند. سعی کنین، بعضی کسا تو فکر میکنه که اگر شرک کم بیاری ایده شرک حساب نمیشه. مثلا شرک از کلمه شرکت گرفته شده. حالا شما یک شرکت جور میکنین، در شرکتت یک نفر میگه که من 60,000 پیسه من میتونم، 60,000. این نفر دومی میگه که من 20,000 میتونم. پس این 60% شریک شد. این دیگه چند فیصد؟ 20%. یکی دیگه میگه من 15,000 میتونم، این 15% شریک شد. یکی دیگه میگه من 4,000 میتونم، این 4% شریک شد. یکی دیگه میگه والا من 500 افغانی میتونم یا 500 دلار میتونم. صحیح نه؟ این نیم فیصد چی شد؟ آل کل شریک است یا نیست؟ این حال یک نفر 50% شرک میکنه، یک نفر 20% شرک میکنه، یک نفر نیم فیصد شرک میکنه. شرک است. خطر شرک دمی است که نیم فیصد هم اگر شرک بیاری اونمو حکمش است مثل که یک نفر 80% شرک آورده. ما و شما اون دو مشرک به نظر ما میگه که خود پرست است و نه پیش بت سجده میکنه. اینا مشرک میگه مشرک است، دوزخی است، میگه دوزخی است. خوی نفر دیگه که نظر به غیر الله میکنه، نظر هم خوی عبادت است. یه چطور؟ ایده نظرش نمیگه نه خود شرک نیست که خود یک نظر نه. وقتی که شرک شد چی 100% شود، چی 80% شود، چی 1%. و در اصطلاح شرک چی میگه تسویت غیر الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه و تعالی. یعنی غیر الله را با الله در یکی از خصائصش شریک کردن، در ذاتش یا در صفاتش یا در افعالش یا در عبادتش یا در اطاعتش. پس اگر در یکی از خصائص الله کسی مخلوق شریک میکنه، یعنی شرک گفته میشه.